هموطنان و همزبانان بسیار ارجمند و گرامی، من حکیم توانا در مسائل مربوط به صحت شما مشاور و خدمتگار شما هستم. جگر یا کبد با اهمیت ترین ارگان بدن ماست. بسیاری از ما انسان ها جگر خود را خود ما با خوردن غذاهای چرب در وقت نامناسب، با غذاهای از حد زیاد، با نوشیدن آبهای رنگه که حاوی مواد کیمیاوی زیاد است، با مصرف الکل، ما جگر خود را مریض می سازیم. بیایید کاری کنیم که نه تنها جگر خود را مریض نسازیم، بلکه برای جگر کمک کنیم تا او خود را پاک نگه بداره و برای ما خدمات لازمه در 24 ساعت عرضه کنه. دکتر باوهوفر، یک دانشمند بسیار مشهور آلمانی، یک محقق خوب و رئیس مؤسسه آیورویدای جرمنی، جگر را به یک استیشن مرکزی ریل مقایسه میکنه که در او استیشن مرکزی ریل تمام آمد و شد ریل ها، پروگرام 24 ساعته رفت و آمد ریل ها، آمد و رفت مسافرین، تنظیم آنها، تنظیم تکت برای آنها و تنظیم آنچنانی ریل ها، حرکت ریل ها که از تصادم و تکر و تصادم جلوگیری شود و ده ها وظایف خردروز دیگر از از استیشن مرکزی ریل تنظیم میشه. به همین شکل جگر ما هم وظایف بسیار مرکزی را در بدن ما به عهده داره و او را اجرا میکنه که ما قسمت های از او را به شما میگم. جگر در پروسه متابولیزم، یعنی هضم و دفع مواد غذایی، هضم و جذب و دفع مواد غذایی نقش مهم داره. در پروسه پاککاری بدن در مجموع و از در سمزدایی بدن که زهرها را بی ضرر می سازه و در کشیدن مواد کیمیاوی و زهرها از بدن نقش بسیار اساسی داره. همچنان در تنظیم قند خون نقش مهم داره. قند در خون تنظیم میکنه، امینو اسیدها را تولید میکنه برای بدن ما. همچنان در طول 24 ساعت 1500 پروسه کیمیاوی در جگر صورت پیدا میکنه که این پروسه های بیولوژیکی و کیمیاوی برای بدن ما نهایت اهمیت داره. همچنان صدها انزیم و هورمون تولید میکنه برای بدن ما و مواد را ترشح میکنه که اگر به قسمتی از بدن ما زخمی شود که از خونریزی جلوگیری میکنه و خون در اون قسمت تیره میشه، لخته میشه و از خونریزی جلوگیری میکنه. اگر ما وظایف جگر در یک کلام مختصر بسازیم و در یک کلام و به شکل جمع‌بندی بیان کنیم، جگر یک مؤسسه بسیار مهم و بزرگ تولیدی است در بدن ما. جگر یک دیپوی بسیار کلان است، یک ذخیره خانه بسیار کلان است. جگر یک لابراتوار بسیار مهم است
که یک ماده را به ماده دیگه تبدیل میکنه. مثلا قند به چربی و یا بالعکس تبدیل میکنه در وقت ضرورت. همچنان یک دستگاه بسیار کلان پاککاری بدن است که مواد فضله بدن، همچنان مواد کیمیایی و مواد زهری را از بدن بیرون به ارگانهای به اصطلاح کثافت کشی میده که او را به بیرون بکشه و بدن پاککاری میکنه. همچنان صفرا تولید میکنه. جگر در 24 ساعت برای ما در حدود 1 لیتر صفرا تولید میکنه و این را در کیسه صفرا جاسازی میکنه که در وقت ضرورت، وقتی که ما غذای چرب بخوریم، وقتی که ما گوشت و غذاهای گوشتی بخوریم، ما به صفرا ضرورت داریم. صفرا در هضم مواد چرب و غذاهای چرب برای ما نقش بسیار اساسی را انجام میده. صفرا از آب، از کلسترین و چربی های دیگه و همچنان از رنگ سرخ طعم‌مانده هیموگلوبین در جگر ساخته میشه و در پروسه هضم ما بسیار نقش داره. صفرا تکه های کلان چربی را به تکه های خرد میده میکنه و ریز ریز میسازه و بعد از او یک انزیم که او در ارگان پانکراس ما تولید میشه. پانکراس ارگانی است در قسمت پایین معده قرار داره و انزیمی را تولید میکنه به نام لیپاز یا لیپاتین. این ارگان، این انزیم امی پارچه های چربی را که صفرا او را ریز ریز ساخته، پارچه پارچه ساخته، او را مولکول هایش تکه تکه میکنه و برای هضم آماده میسازه. یعنی اگر ما صفرا نداشته باشیم یا جگر صفرا را تولید نکنه، ما غذاهای چربی را چرب هضم نمیتونیم و مولکول های چربی در بدن ما به طور قطع هضم نمیشه. بنان ما با کمبودات مواجه میشیم. مثلا با کمبود اومیگا 3 یا 3 مواجه میشیم، با کمبود ویتامین های آ، کا، دی و ای مواجه میشیم. این 4 ویتامین در چربی قابل حل هستند، یعنی قابل انحلال هستند. بدون چربی اینا امکان هضمش وجود نداره. مثلا اگر ما شما یک گلاس آب جوس زردک میکشیم تازه و ای را میخوریم، ای امینوزویری های را در خود داره که از او ویتامین آ ساخته میشه و برای هضم همین امینوزویری ها مثلا یک گلاس جوس زردک به روغن ضرورت داره. ما مجبور هستیم که با این جوس 1 یا 2 قاشق روغن زیتون نوشجان کنیم تا این زفت یا این جوس به طور کامل در بدن ما هضم شود. خب وقتی که جگر وظایفش قسمتی از وظایفش دانستیم و اهمیتش پی بردیم، حال برای پاککاری جگر، برای سالم نگه داشتن جگر باید کارهای انجام بدیم. دکتر باوهوفر، همون محقق مشهور آلمانی، نسخه بسیار مهم داره برای پاککاری جگر که تهیهش بسیار آسان است. شما
2 پیاله در این پیاله چایخوری کرم سبز که ما عکسش اینجا میگذارم برای شما. کرم سبز ریز ریز میسازین با کارد و ای را در 2 پیاله اندازه میکنین و ای را در مکسر میندازین. 1 پیاله بلاو بیرن که در زبان آلمانی بلاو بیرن برش میگن، ما شما توت آبی برش میگیم، ولی توت آبی که او جنگلی باشه، یعنی که تربیت شده نباشه، به اصطلاح طبیعی باشه. 1 پیاله از توت آبی و 1 پیاله یک نوع دوغ قفقاز است که از مناطق قفقاز تهیه میشه و به نام کفیر برش میگن در زبان آلمانی. ما عکسای این مواد غذایی را که نام بردم برای شما میگذارم. شما ایره از مغازی بیو، مغازه هایی که در او مواد را میفروشن که حاوی مواد کیمیایی نیستن یا مواد کیمیایی در اونا استفاده نشده، در یا تهیه میکنین و 1 گلاس آب هم با اضافه میسازین، یعنی باز مختصر میسازن. 2 گلاس کرم سبز، 1 گلاس توت آبی، 1 گلاس همی دوغ قفقاز یا کفیه و 1 گلاس آب. ای را در مکسر بندازین و ای را خوب مکسر میکنین. یک غذای بسیار کامل میشه و ای را نوش جان میکنین. البته تنها امی غذا را صرف میکنین، ای را با غذاهای دیگه ترکیب نمیکنین. اگر شما این ترکیب برای چند هفته، برای 3-4 هفته پای هم یا دوامدار مصرف کنین، این نه تنها جگر شما را به طور اساسی پاکسازی میکنه و چربی جگر پاک میکنه، بلکه دیگه ارگان ها را هم کمک میکنه. البته اگر به طور دوامدار مصرف ازی برای شما یا ممکن نباشه یا برای شما مزه نته، شما ای را مثلا 2 هفته 3 هفته تطبیق کنین، باز یک وقفه 1 ماه 2 ماه ای را تطبیق نکنین، باز برای 1-2 هفته ای را تطبیق کنین تا در وقفه های مناسب جگر خود پاک کنین، شما پاککاری کنین. اگر ما جگر پاککاری نکنیم، ما به مریضی های بسیار خطرناک جگر، مثلا به مریضی سیروز جگر که عمدتا از وقت جگر چربی بگیره و جگر پر از چربی شوه، خطر از این که مرض سیروز جگر ما را بگیره، یا مریضی های دیگه که به نام مریضی های هپاتیتیس آ، ب و سی مشهور هستند، میتونه این مریضی ها ما را بگیره که مریضی های خطرناک است و حتی در بعض موارد انسان ها را به خطر مرگ مواجه می سازد. بنابراین ضرور است که ما جگر خود پاککاری کنیم. یک نسخه دیگی برای پاککاری بدن است که بسیار تطبیقش آسان است و چندین محقق مشهور دنیا این نسخه را مشوره میتن که این را تطبیق کنین برای پاککاری جگر و برای پاککاری سایر ارگان های بدن. ما تجربه شخصی ما همی است. ما این نسخه را تقریبا 1 سال است که تطبیق میکنم. این یک نوع روزی 16 ساعته است. این روزی اینتروال فستن میگن در زبان آلمانی. روزی 8-16 ساعته میره میگن در زبان ما و شما 8-16 و این را من به شما توضیح میتم چرا 8-16 میگن و چی نوع روزه است و چطور تطبیق میشه. 8-16 به معنایی که مختصر که شما 8 ساعت مواد غذایی میخورین و 16 ساعت
روزه میگیرین و مواد غذایی نمیخورین. البته در 16 ساعت شما چی میخورین؟ آب و مثلا نوشیدنی میخورین، صرف غذا نمیخورین. 8 ساعته که غذا میخورین، طبعا نوشیدنی هم میخورین با او، آب و آب با لیمو یا دیگه نوشیدنی های مفید است شما صرف میکنین، ولی در 16 ساعت شما غذا نمیخورین. تنظیم ای روزه به این شکل است. من مثلا این روزه را به این شکل میگیرم: بین 9 صبح تا 5 صبح که 8 ساعت میشه من مواد غذایی خود میخورم. من مثلا سبزیجاتی که میخورم در 8 ساعت، سبزیجات پخته، سلات تهیه میکنم برای خود، مثلا در 8 ساعت میخورم. یا غذای دیگه سالمی، مثلا نخود جوش داده، لوبیا، غذای سالمی است که من مصرف میکنم میخورم. و کرم پخته، بروکولی یا کرم گلپی سبز پخته میکنیم، ما ایره صرف میکنیم. مایی مثلا در هفته یک بار، البته مایی که مایی دریا یا مایی بحری باشه و تربیت شده نباشه در حوضا، ایره هفته یکی دو بار مصرف میکنیم. در این 8 ساعت ما غذا میخوریم، یعنی بین 9 صبح تا 5 دیگره. میوه هایی که مثلا ضرور است و به خصوص میوه فصلی را، مثلا حال فصل تربوز است، خربوزه است، ما میوه های فصلی را اکثرا صرف میکنیم تا 5 بجه دیگر. طبعا در پالویش نوشیدنی، آب، آبهایی که صحی باشند، مثلا چای های صحی مثل چای گل بابونه، چای زنجفیل، چای بادیان، این چای ها را میخوریم تا 5 بجه را. البته چای و نوشیدنی را تا 7:30 8 شب هم میخوریم. ما ایره مصرف میکنیم، ولی از 5 بجه دیگر به بعد تا 9 صبح که 16 ساعت میشه ما غذا نمیخوریم، هیچ نوع غذا، حتی میوه و سبزیجات هم نمیخوریم، یعنی روزه میگیریم. در این 16 ساعت که ما وقتی روزه میگیریم، بی برای بدن ما چی سود داره، چی مفاد داره برای بدن ما، این بسیار مهم است فهمیدن ازی. وقتی که ما از 5 عصر یا دیگر تا 9 صبح روزه میگیریم، ارگانهای بدن ما در قدم اول برای ساعت اول پاککاری میکنن، یعنی خود از فضله ها، از کثافات، از مواد که فضله که از مواد کیمیاوی که در طول روز در نتیجه خوراک یا با آبها یا در نتیجه تنفس از هوا در بدن ما داخل میشه، این مواد پاککاری میکنن، سمها را پاککاری میکنن و جگر به خصوص خود پاککاری میکنه و دیگه ارگان ها را پاککاری میکنه و زمینه پاککاری اونا را آماده میسازه. و بعد از او این ارگان ها استراحت میکنن. این ارگان ها وقتی که پاککاری را ختم کردن استراحت میکنن و این بسیار مسئله مهم است. این ارگان ها وقتی که استراحت کردن، فردا بعد از ساعت 9 که ما شروع میکنیم به خوردن مواد غذایی، این ارگان ها آماده برای خدمت هستند، برای که هم پاککاری کردن و هم استراحت کردن. یگانه ارگان ما و شما
که استراحت نمیتانه و نمیکنه او قلب ماست که ای برای 70 80 سال 90 سال که ما شما عمر میکنیم این بدون از اینکه یک لحظه استراحت کنه برای ما کار میکنه. البته در وقت خواب، وقت ما خواب میکنیم از ساعت 10 شب به بعد تا مثلا 7 یا 6 صبح 7 صبح ما استراحت میکنیم. در این وقت قلب حرکت خود بطی میسازه، حرکت خود آهسته میسازه، حرکت پمپ مانند خود که خون پمپ میکنه و تمام بدن، ولی حرکت خود استاد نمیکنه و نمیتونه. اما دیگه ارگان ها استراحت میکنه و در نتیجه روزه ما ارگان های ما جوان میمانه، ما خود ما جوان میمانیم، پوست ما بسیار تازه و جوان میمانه، همچنان مویای ما سالم میمانه، جوان میمانه. البته وقتی مویای ما رفته دلایل دیگه داره. مثلا انسان وقتی که در زندگی خود مشکلات دیده باشه، مشکلات فقر، مشکلات کاری، مشکلات زندان، مشکلات سیاسی دیده باشه، در نتیجه از او هم انسان زود پیر میشه، مویای خود از دست میده و ایگه پا. اما این روزه را پس میاییم، روزه انسان جوان نگاه میداره، پوست آدم، مویای آدم، ناخونای آدم، استخوانای انسان، اینا را جوان نگه میداره. بنابراین ما مشوره میتون به شما، ما ایره خودم تجربه کردیم که این روزه بسیار سودمند است. ما خواب بسیار عالی میتونیم، چون میده ما پر نمی باشه، میده ما خالی می باشه، باد نمی داشته باشیم، بنان خواب آرام بسیار خواب خوب میکنیم و خواب خوب پس برای سلامتی ما یکی از مهمترین عامل است، برای سلامتی ارگانهای بدن ما و در مجموع برای بدن ما خواب بسیار مهم است و روزه کمک میکنه که ما خواب خوب داشته باشیم. همتون های عزیز و گرامی، اگر ویدیوی مرا مفید و خوب ارزیابی میکنین، لطف کنین این ویدیو را سابسکرایب کنین، علامت زنگ بزنین و عضو کانال شوین. ضمناً این ویدیوها را به دوستای خود بفرستین تا انسانهای زیادی از او مستفید شوند. در پایان یک بار دیگه ما همون کلام معروفه که سلامتی پادشاهی است و نگهداریش بر ما واجب است، این را تکرار میکنم و خواهش میکنم از شما که به هموطنان فقیر، بیچاره و مستضعف خود کمک کنین. کمک به هموطنان وجیبه ماست و ما انسان هستیم، ما هم نو هستیم و به هم نوان خود باید کمک کنیم. از توجه شما تشکر.